بما چی بکو همونطور کرده که تمام بدعت های تا برای ما چیسته. ما الحمدلله درس خدا گرفتیم، حقیقت دین خدا شناختیم، دینمی عمل میکنیم. از همون خاطر ما قطعی از یا مناظره نمیکنیم. حتی بعضی دوستا از ما در شک واقع میشه که شاید البته مقابله نمیتونه، مناظره نمیتونه، از یا گریز میکنه. از اون خاطر و امیر باز بخش میکنه که یا آمده نتونستن. لیکن ما میگیم قرآنی درس بر ما میده، بر رسول الله درس گفته که این مردم اراده طلب خیر نداره، حق جویی را نداره که یا ده حق تسلیم شه. اگر ما بدانیم که ده حق تسلیم میشه، دمی یک ثانیه، دمی 20 ساعت الحمدلله آماده استیم. ما چرا آماده نباشیم؟ وقتی کتاب الله امرای ما باشه، حدیث صحیح پیغمبر امرای ما باشه، از ما چرا حراسی داشته باشیم؟ گاهی هم کسی که کتاب الله و سنت رسول الله دلایلش باشه از کسی حراسی نداره، هیچ حراسی نداره و کتابای ساختگی خود اولا میده. ما میگیم نه، وحی الله یا خفی یا جلی، وحی جلی دلیل بیار یا خفی. از همون خاطر پیش شده نمیتونه انشاء الله. چرا؟ سندی را پیش کرده نمیتونه، نه ده تقلید نه ده ای گپای دیگهش، یکیش سند نداره. از همون خاطر ما آوازه بیان میکنیم که دین اینمیسته، خلاف از دین نیست و هیچ کسی ثابت کرده نمیتونه خلافشه. میای انشاء الله مسئله تقلید هم امروز در آخری همی سوره هست، اونجا باز بیان میکنیم که آیا اماما چی کرده، مردم دعوت به تقلید خود کرده یا مردم دعوت به سوی کتاب الله و سنت رسول الله کرده. ما از مناظره نمیترسیم، اما یا اراده هدایت یا راهیابی را نداره، حق واضح شدن نداره. چرا خدا قطعش تکلیف کنیم؟ امی ساعتایی که قطع از ما مناظره میکنیم در عبادت الله تیر کنیم، در راه دعوت تیر کنیم با 4 مسلمانی که اراده خیر داره، قلب صاف و پاک داره، اما معلومات نداره، قطعش بشیریم صحبت بکنیم، سخنا را قطعش شریک بکنیم. بل کذبوا بالساعه، بلکه یا تکذیب کردن قیامت آمدن، یا ارادهشان از این خواسته و فرمایشاتشان حق طلبی نیست. چرا؟ اگر کسی حق طلب باشه قیامت منکر نمیشه، لیکن این مردم از قیامت منکر است. میگن نه کتاب است نه حساب است، تو که ما را دعوت میدی محضی ما را تو مانع پورا کردن خواهشات ما میشی. چرا؟ در دین داخل شدن قیودات سرش گذاشتن است که اینی طور بکن. حالی یک زن که در اروپا مسلمان میشه، اولین چیزی که سرش مانده میشه چادر است. برش میگه تو حجاب کو، برش میگه توری عام دملا رفته نمیتونی، تنها رفته نمیتونی. اسلام قیودات داره بری خود و یا از قیودات میترسه. و اعتدنا لمن کذب بساعت، ما آماده کردیم، تیار کردیم برای کسی که تکذیب قیامت میکنه سعیر، آتش گرمه. این مردم خلاص نمیشه. اذا رأتهم من مکان بعید، آل خود درک نمیتونه آتش گرمه، لیکن روزی که اونجا برسه ببینه. اذا رأتهم، وقتی که ببینه امی آتش جهنم، هم امی کفاره، من مکان بعید، از جای دور. دوزخ دیده میتونه؟ بالکل دیده میتونه. سمیع میشنوه لها، امی کفار میشنوه وقتی که آتش یارا میبینه. لها زمی آتش تغیزن، جوش، آواز چیسته؟ آواز جوشیشه که پر از خشم است. و زفیرا، غرش یزوره و خروش یزوره، مکمل میشنوه امی کفار. آیت دلیل بالای عزیزته که دوزخ حیات داره، زندگی داره، بالکل نطق کرده میتونه، صدا داره، کلش هست. تومش خوراکش دوزخی هست. حدیث هست ابی هریره رضی الله عنه در ترمذی نقل میکنه که قطعه های آتش بالا میشه، طلب میکنه، و قطعه ها بالا میشه، میگه کجاستن امو کسایی که ما کار داریم؟ از این معلوم میشه که سخن هم میگه و صدام داره و غرش هم داره، پر خشم هم است. لیکن چون این مسائل تعلق به آخرت داره، چی رقم کیفیت شما نمیدانیم. الله ما را از عذابی از اون نگاه کنه، لیکن کفار وقتی ببینه یک دم در جوش و خورش میاد. مثل که نعوذ بالله یک گرگ باشه یا سگ باشه، در پالیش میری او سرش غرش میکنه، سری قار میشه، سر دمله میکنه. جهنم برای کفار اینمی قسمه است. از امو خاطر دمونجا جهنم میگه که ما برای 3 چیز معذب شدیم. مناقشه میکنه جهنم و جنت در بین خود. باز الله متعال جنت میگه تو رحمت مستی و داخل تو کسایی را میکنم که من میخوایم، یعنی مؤمنا را.
و دوزخ میگه تو عذابم هستی و در تو کسایی را میارم که من بخواهم. بعد از او میگه به جهنم که چیسته جنت الله مخلوق دیگری پیدا میکنه که سرش پر شوه، جهنم پر نمیشه تا که ساق خدا الله متعال پای خدا امو قسمی که لایق شان الله است بگذاره. باز بعد از او قطن گفته صدا میکنه جهنم که بس بس بس، بعد از او پر میشه. هل من مزید گفته صدا میکنه تا که الله پای که لایق شان الله متعال استش میمونه بند میکنه. از این آیات ها و از این حدیثات دلیل بالای عزیز است که جهنم حیات داره، گفتن میکنه، غرش داره، صدا داره، کلی از این برای مشرکین و کفار. و اذا القوا منها مکانا ضیقا، وقتی که انداخته شوند منها از زمین جهنم مکانا در جایی که ضیقا خیلی تنگ است، مقرنین که دست و پا بسته باشه، زنجیر پیچ باشه، دعو طلب میکنه، فریاد میکنه هنالک در اونجا ثبورا هلاکتا را که وای هلاک شدیم وای تباه شدیم. الله برشان میگه لا تدعوا اليوم، امروز آواز نده، فریاد نکنی امروز، ثبورا واحدا، یک مرتبه هلاکتا. اینطور نیست که یک مرتبه شما عذاب شوی و بعد از او بمره آرام و راحت آینده برتان حاصل شوه. نه ودعو ثبورا کثیرا، طلب کنه فریاد بزنه ثبورا کثیرا، هلاکت خیلی زیاده. شما اینطور نیست که یک دفعه از بین ببری، بلکه عذابات دائمی است، جاودانی است. همیشه الله برایتان پس وجود میبخشه، پس عذاب میشه، باز از بین میره، باز وجود براتان داده میشه. چرا؟ به خاطری که اونجا در دنیا هم این مردم ها بارها دعوت به سوی دین الله توحید الله داده شد، برای ازی که شما لااقل تعامل بکنید در وجود خود، در ماحول خود که خامخواه الله این دنیا و نظام بیفایده و هدر و عبث پیدا نکرده، بلکه انسان محاسبه صورت میگیره، لیکن یا در هر مرتبه تعامل نکردن. از او خاطر الله میگه یک مرتبه طلب کردن نیست. قل بگوی پیغمبر علیه السلام ازالک خیرون، آیا اینمی مصیبت که شما به او گرفتار هستی این خیلی بهتر است؟ چطور است؟ ام جنت الخلد، یا او جنت دائمی، التي او جنت وعد المتقون که وعده کرده شده امرای کسایی که متقون بود، در دنیا از شرک و کفر خدا نگاه کرده بود. چطور است؟ الله مقایسه میکنه جایگاه مومنا و چیز جهنم یاره و در کدام مقام قرار داره که حتی جهنم سرش به قهر و غضب است، پرخشم است، و متقین در کدام جایگاه قرار داره. کانت لهم جزاء و مصیرا، هست همی جنت برای متقین جزاء پاداش و مصیرا جای بازگشتشان که داخل الامر در اونجا برمیگرده. لهم فیها ما یشاءون، الله بیان کیفیت و کمیت نعمتای جنت میکنه. لهم برای جنت یا فیها در جنت ما آن چیزی است یشاءون که خوششان میآید، هر چیز خالدین همیشه در او هستند، فنا نمیآید. کان علی ربک وعدا مسئولا، هست یعنی وعده ای که الله به عهده خود گرفته که او دادن جنت است برای متقین. هست اینمی وعده علی ربک، بالای پروردگارت، وعدا مسئولا، وعده ای که از او سوال کرده میشه. یعنی مؤمنا درخواستش داره که الله بله امو وعده که جنت کردی کدام است؟ الله سر زمین خود گرفته تفضلا و احسانا، یک معنی میشه. یعنی هست اینمی وعده ای که الله به عهده خود گرفته علی ربک، بالای پروردگار تو، وعدا وعده قطعی، مسئولا لایق است که از او سوال کرده شوه و درخواست کرده شوه که همین وعده پوره شوه. چرا متقین امید به داره. دوم ترجمه کان علی ربک، هست اینمی وعده علی ربک بالای پروردگارت، وعدا یک وعده ای که مسئولا مؤمنات تحقق اون وعده را سوال میکنه که باید واقع شوه. سوم ترجمه کان علی ربک وعدا مسئولا، هست همین وعده بالای پروردگارت یک وعده ای که ملائک به خاطر مؤمنا از الله درخواست میکنه که الله وعده که امرای مؤمنا کرده بودی عالی موجود کشه. و یوم یحشرهم و ما یعبدون، عالی محاکمه شروع میشه در بین عابدا و معبودا، کسایی که نعوذ بالله معبودا به خود گرفته بود. در دادگاه محشر چه قسم محاسبه شروع میشه. و یوم نحشرهم، در روزی که جمع میکنه الله متعال عابدا را و ما یعبدون، آن چیزی را که عبادت کرده من دون الله بغیر از الله، فیقولو می فرمای الله متعال انتم اضللتم عبادی، معبودا را میگه الله متعال که شما گمراه کردی بندگان مرا، هؤلاء که نمیاسته شما گمراه کردی.
ام هم ضلوا یا خودشان را غلط کردن. السبیل رای حقیقت و واقعیت شما گمراه کرده یا خود گمراه شدن. قالوا معبودا میگوید سبحانك پاکی برای توست یا الله، ما کان ینبغی نبود مناسب لنا برای ما ان نتخذ که ما بگیریم من دونک بغیر از تو من اولیاء کسی را متصرف و کارساز. پس وقتی که خودی ما کارساز کسی دیگر را نمیگیریم چگونه ممکن است که ما نعوذ بالله بندگان تو را به سوی عبادت خود دعوت بدیم؟ این امکان داره؟ نه، ما خود بغیر از تو کسی را متصرف کارساز برای خود مقرر نمی کنیم. لیکن این مردم چی کرده؟ ولکن متاعتهم، لیکن تو منفعت دادی یارا، منفعت و فایده دادی، صحت و مال و منو زرق و برق دنیا را دادی که تقاضای نعمتایی بود که یا شکرگزاری میکردن. لیکن این مردم به جای شکرگزاری دی لذات ازی قدر مستغرق شدن، خب فرو رفتن. و آبا هم تو دادی برای خودی از یا و پدرایشان مفاد و متاع دنیا را برش دادی، حتی نسو ذکری قدر غرق دنیا شدن از لذات و شهوات دنیا تا ای که فراموش کردن قرآن کتاب الله را فراموش کردن. حتی نسو ذکر یاد الله را فراموش کردن، حتی نسو ذکر تا که الله فراموش کردن یا احکام الهی را، شریعت الله را. یا ذکر مراد از پیش عذاب که در قیامت میاد در قصه ازوم نشودن. چرا؟ فقط گرفتار لذات و شهوات دنیا شدن. بس اوقات انسان که تباه و برباد نکنه امیسته که شب و روز در تلاش دنیاست. الله رحم بکنه. این صفت امو کفار بود، اما امروز مسلمان های ما همونطور است. در دکان نشسته سوال میکنی چند سال هستی؟ 60 ساله. قسم برش بده که یک روز در مورد صحت نمازی در پیش عالم مراجعه کرده که نمازت صحیح یا غلط؟ جواب چیست؟ منفی است. جواب چی است؟ دیگر خب بگذار. الله اکبر گفتم معنایش نمیفهمه، لا اله الا الله را در زبان گفتم مقصدش نمیفهمه، معنایش نمیفهمه. از او خاطر این مسلمانا را مسلمانای میراثی یا تذکیری گفته میشه، یا نه غم دین داره، نه دین میشناسه، نه اهمیت دین میشناسه و نه در قصه عزیزته، فقط در فکرش کلی غم و همش دیسته که دنیا چی رقم پیدا میشه و چه قسم فایده زیاد در جیب خود بندازه. تنها این دکاندار به طور مثال ذکر کردم، دفتردار همیطور، زمیندار همیطور، نجار همیطور، گلکار همیطور، هر کس تا کسب خود همیطور مصروف است. یک وقتی خود برای از این نداده که دین چی را میگه، کدام طرف روان استم، چی برام مناسب است، این را کس سوال نمیکنه. در حالی که صفتی کی بود؟ مشرکین. اما امروز در بین مسلمانان صفت حتی نسو ذکر شده، قرآن فراموش کرده، از قرآن حتی خبری نداره، نمیفهمه، الفاظ قرآن تلاوت کرده نمیتونه. اما وقتی که به خودش بگوی هم چینایی را یاد داره، هم چی فرانسوی را، کلش یاد داره، دیگه گپا را کلش یاد داره، قرآن یاد نداره. وقتی که برش میگی قرآن صحیح کو، سمی الله و لمن نگو، سمع الله و لمن حمیده بگو، میگه من دل زبانم نمیگرده، در علا گل دانه دانه میگرده، در کتاب الله نمیگرده. شما بری خواهرها را از نمازش سرش تیر کنی، باز بعد از این گپا براتون حالی فعلا معلوم نمیشه. در جامعه یک دفعه داخل شوی از مردم، فقط یک محتسب باشه مردم بشانه بگو نماز تیر کو، که در 100 نفر یک نفر نمازش درست است یا نه، حالی براتون معلوم نمیشه. این وقت معلوم میشه که شما بشینی سوال بکنی، باز بعد از او خودم علامت کنی که این قدر وقت من مولوی بودم لیکن بچه خود درست نکردم نمازشه، دیگر خود چی میکنی؟ این مسئولیتی با شما است. علت چیست؟ حتی نسو ذکر، قرآن فراموش کردن، به کتاب الله رجوع نکردن، نفهمیدن ما برای چی آمدیم. الله شما را نگفته که فقط شو تا صبح روز تا بگره در مسجد بشینید. این مطالبه را از ما نکرده. در 24 ساعت 5 مرتبه ما را الله دعوت میده به سوی عبادتگاه خود که مسجد است، 5 مرتبه از اضافه نه، دیگه مکمل وقت برای تو داده، مکمل. ما آماده در 5 وقت هم نیستیم، برای 10 دقیقه 5 وقت برای 10 دقیقه کلش 1 ساعت میشه. 24 ساعت دیگه 23 ساعت در خدمت تو، 1 ساعت از پیش طلب کرده، لیکن ما آماده نیستیم. نماز میخوانیم الحمدلله میگیم، لیکن معنا و مطلبش نمیفهمیم. همینطور گفته رایستیم توتی خوش آمدید میگه، هر کس که میرم خوش آمدید میگه، میایم
او کلتان خوش آمدید یاد گرفته، معنایش نمیفهم. خوش آمدید برای کسی گفته میشه که از بیرون بیا، و فقط خوش آمدید گفته رئیس. و کانوا قوما بورا، بودن قومی هلاک شده به خاطر غفلتشان از چیسته، به خاطری که از اینطور ذکر، از اینطور نصیحتی که یقینا انسان بیدار و هوشیار میسازه، قرآن کریم از اینطور ذکر یا به غفلت بودن، از او خاطر چیسته هلاک شدن. این سوال از معبودایشان الله متعال میکنه. و معبودا ابیطور میگه که سبحانک، پاکی برای توست، برای ما مناسب نیست. اگر ولی است، اگر پیغمبر است، کسی او را پرستش کرده، عیسی علیه السلام است یا اولیاء است کلشان. و همین قسم سوالا از عیسی علیه السلام هم سوال بشه که تو و مادرت امر کرده بودی بندگانی مرا که بندگی شما را بکنه، و میگه که الله تو میدانی ما تا که زنده بودیم خوی کار نکردیم، بعد از مرگ ما تو آگاستی. فقط کذبوکم بما تقولون، نسبت دروغ کردن برای شما. فقط کذبوکم، الله متعال میگه عابدارا، نسبت دروغ کردن برای شما معبودایتان. ای عابدا، و خو شما را تکذیب کرد و شما را گمراه نکرده. چرا؟ و گفتن که ما وارا دعوت ندادیم برای سجده خود، برای عبادت خود، برای نظر و نیاز خود که پیش ما بیا جت رواست قبر ما، یا ما اجت رواستیم. ما نگفتیم به نام ما نظر بکنی. نه علی گفته، نه فاطمه رضی الله عنهما، نه سخی صاحب، نه شیخ عبدالقادر جیلانی مردم گفته که مرا صدا بکنی. هیچ جگه پاره نگفته. لیکن علی الله میگه که واخو شما را تکذیب کرد، شما را دروغگویی کشید بما تقولون، با آن چیزی که شما میگفتی که ما را یا گمراه کرده. فما تستطيعون صرفا، پس دروغ شما که ثابت شد، شما توانمندی نداره صرفا از دفع کردن، برگردانیدن عذاب، که عذاب از خود برگردانه. ولا نصر، نه خدا یاری داده میتونه که خدا یاری بده، خدا خلاص بکنی از عذاب الله، خلاص هستی. و من یظلم منکم نذقه، کسی که ظلم میکنه از شما یعنی شرک میکنه میچشانم او را عذابا کبیرا، عذاب بزرگه. عالی دیگه موقع است که شما را عذاب بدم. چرا؟ شرک اختیار کرده بودی. و ما ارسلنا قبلک من المرسلین، روان نکرده بودم پیش از توی پیغمبر علیه السلام پیغمبرا را، الا انهم لیاکلون، چرا سری تو انتقاد داره که خوردن میکنه، در بازار میگرده. ما یک پیغمبرم روان نکرده مگر و چی میکردن؟ الا انهم لیاکلون، مگر او پیغمبرا خوردن میکردن الطعام و یمشون فی الاسواق، در بازارا گشت و گذار میکردن. تعجب است. این بدبختا چرا این گپا میزنن؟ این گپا وقتی میزدن که سابق پیغمبرا خوردن نمیکرد، سابق پیغمبرا در بازارا نمیگشت. لیکن پیغمبرا وظیفه‌ش نمیسته طعام بخوره، خود تقویت کنه، در بازارا مردم دعوت بکنه، در راه حق از کارهای منکر واره منع بکنه. این وظیفه پیغمبر است، لازمه وظیفه پیغمبر میگه پاسته. یا چرا انتقاد و اعتراض سری تو داره؟ پس امتیاز امی پیغمبرا در این امور نیست که خوردن نکنه، در بازارا نگرده. امتیاز از او چیست؟ معجزات خارق العاده را برایتان پیش کنه که شما از آوردانش عاجز باشه. صفات عالی الله برش داده که در شما موجود نیسته، اخلاق فاضل الله برش داده که شما نداره. در این امتیازشان است. و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، ما گردانیدیم بعضی شما را برای بعضی دیگرها ذریعه آزمایش و امتحان. پیغمبران هم ذریعه امتحان است. ببینیم که کی تایید میکنه سخنان پیغمبر، همراهی پیغمبر میکنه، نصرت پیغمبر میشه، صدیقین کیست، شهدا کیست، صالحین کیست. سه طایفه الله متعال پیدا میکنه برای دعوتگرای حق انبیاء علیهم السلام دعوت میده. یکی و کی کسا نعوذ بالله معصیت کرده، نافرمانی کرده، دعوت انبیاء علیهم السلام در باد فراموشی گذاشته، سحر و جادو و جنون و گپا برش گفته، حتی آماده به شنیدن شده. امتحان الله متعال است. ذریعه و اسباب هدایت به کلگی الله داده. یکی اسباب هدایت استعمال میکنه، ایره مایه افتخار و مایه سعادت خود میدانه، دیگه روگردانی میکنه. یکی طرف ترجمه قرآن کریم از مردم پیسه قرض میکنه، میگه حتما من برم، دیگه مردکه زمین مسجد میخیزه، در ترجمه گوش نمیگیره. اگر همین جمع باشه معتکف هم باشه نمیشنوه، خدا مصروف کرده که تلاوت کرده رو ایسته. ایره شما یاد داشته باشی گپا هست. این کتاب الله امتحان الله متعال است. یک چون اینجا الله میگه و جعلنا بعضکم، بعضی از شما را
لبعض برای بعضی دیگرها ذریعه آزمایش مقرر کردیم. انبیا علیهم السلام ذریعه آزمایش برای امتایشان است. غنی و فقیر ذریعه آزمایش است. پادشاه در مقابل رعیتش ذریعه آزمایش است. همین قسم صحتمند در مقابل مریض، مالدار در مقابل ناتوان، کلش نمیطور. عالم در مقابل جاهل، دعوتگر در مقابل مدعو، ذریعه امتحان است. چی میکنه؟ کدام را تعقیب میکنه؟ الله را در نظر میگیره یعنی که نه راه دیگره. اتصبرون، آیا شما صبر میکنی؟ کلش خود ذریعه امتحان آزمایش است. یک، یعنی مهمترین چیز در صحنه دعوت، در صحنه امتحان چی چیز مهمترین رول داره؟ رمز کامیابی است، صبر است، استقامت است. الله متعال اینمی را ذریعه امتحان برای ما مقرر کرده. مدعو گپی تو را نمیپذیره، دو دشنام برات میگه، رای خدا جدا میکنه، قطعی تو قطعی تعلقه میکنه. از او خاطر الله متعال میگه کلش ذریعه آزمایش امتحان است. لیکن میدان کسی میبره که چی باشه؟ استقامت و صبر داشته باشه. از او خاطر الله میگه تصبرون، آیا شما صبر میکنی؟ چون همه چیزها را الله متعال ذریعه آزمایش قرار داده. حالی نماز ذریعه آزمایش است، روزه ذریعه آزمایش است، کلش. و کان ربک بصیرا، هست پروردگاری تو خوب بینا، حالات مردم، مشخصات مردم میدانه، هر کس جزای مناسب میده که کی چی کرده کی چی نکرده الله متعال میدانه. و قال الذين لا يرجون لقاءنا، گفتن کسانی که امید نداره ملاقات ما را الله متعال میگه امید نداره یعنی عقیده نداره. لولا انزل علينا الملائکه، چرا نازل کردن نمیشه بالای ما الملائکه ملائک که تصدیق نبوت پیغمبر بکنه، خودشان قط ما سخن بگویا. او نرا ربنا، یا ما پروردگار با چشم سر ببینیم. ایمان خود تصدیق خود موقوف به دو شرط ساختن. خود دو شرط خیلی چیسته نعوذ بالله گستاخانه. یا ملائک بیایا به ما، تو چقدر قدر و قیمت داری که به هر کدامتان ملک بیا